ایران آینده نیستم. آینده که خب آینده دور دراز نیستم، اما گذر سختی درشه، بسیار سخت و خیلی. که روزگاری جانم اگر زندگی رفتن به مقصد بی پایانی از سکوت است، بگذار صدای تو را برداریم، در دلمان جاسازی کنیم، در خلوت مرگ بشنویم. تأثیری که در کلام این تصنیف هست زبان حال مردم امروز ماست. تو مثل هوایی، آفتاب و آب و کسی قادر به زدودن جلوه‌ات از طراوت زندگی نیست. با مردم نمیشه از رفتار کرد، با مردم باز حرف زد. عشق با صدای تو گام‌هایش را می شمارد، به سینه عاشقی نزدیک می شود. پاییز با زمزمه‌های تو هماهنگ می کند برگ‌های نومید را که به خاک تیره فرو می افتند. تو زمزمه موجهایی وقتی که سپیده بر اسکله‌ها جشن می‌گیرد. تو مقصد و مقصود سرودهایی. مرگ از رنگ صداهاست که زنده و مرده را باز می‌شناسد و تو باز ایستاده‌ای با دهانی که از او جاودانگی می‌تراود. من هر جای دنیا برم وقتی میبینم مردم شاد و خوشحالن انقدر دوست دارم، خوشم میاد. این به من لذت میده. اما به اون روزی که تو مملکت خودم ببینم که یه دفعه